اشکهایم را پاک می کند و می خواهد از خودم برایش بگویم، از پدرم، مادرم و جدم که از نظر او خیلی مهم است. تا می گویم تنها فرزند هدایت اسکندری هستم، دوباره چشمهایش گرد می شود. دخیلت یا امام کاظم علیه السلام، دختر هدایت اسکندری شهیر که نیستی، یعنی هستی؟ یعنی تو دختر اسکندری بزرگ عاشق پسر من شده که در غرفة القصیل یعنی رخشوخانه کار میکنم؟ پاسخ مثبت که میدهم میگوید یا الله تعالی احنا، بیا اینجا حبیبی، خلی اشوف، یعنی بگذار نگاهت کنم. نگاهم می کند. چشمهایش مرا یاد همان دانشجوی ساده دلی می اندازد که وقتی فهمید سوالهایم برای دست انداختن او بوده، دل شکسته نگاهم کرد. در نگاه شماتت‌آمیزش 1000 سوال نهفته بود که باید از او می پرسیدم اگر دلم اجازه دهد. به یاد عباس می آورم که من همان دانش آموز تخت دبیرستان پروین اعتصامی هستم. مشتاقم ببینم مرا شناخته یا اصلا خاطره تلخ آن روز دبیرستان دخترانه را از یاد نبرده. حبیبه قرار می‌گذارد تا برگشتن عباس درباره‌اش حرف بزنیم. باز هم صدای رعد است. این بار به آسمان آبی نیمه بهمن شهر کوچک اندیمشک نگاه نمی‌کنم. سر برمیگردانم و ته راهروی اورژانس سرباز مجروحی را می‌بینم که به سختی از روی تخت برمیخیزد. نعره‌ای ته حنجره‌اش را میخراشد. مثل آدمی آهنی دستش را با حرکتی نرم و آرام بالا میبرد و شیشه سرم آویخته به پایه فلزی بالای سرش را برمیدارد و با همان آهستگی لحظاتی قبل شیشه سرم را به طرف لامپ آویخته از سقف راهرو پرتاب میکند. سرم چرخ زنان میپرد. سرم چرخ زنان میپرد. لوله سرم کش میآید. خون از جای سوزن سرم جاری می شود. تخت واژگون می شود. صدای ترکیدن لامپ در نعره سرباز زخمی می پیچد. به طرف سرباز می دوم. سرباز روی زمین خوابیده. دستهایش را روی سرش گذاشته و پاهایش را به زمین می کوبد. حبیبه هم سر می رسد و می پرسد یک دفعه چه اتفاقی برای سرباز افتاد؟ در همان حال که آمپول آرام بخش را آماده می کنم به حبیبه می گویم که سرباز را چند ساعتی هست از خط مقدم به بیمارستان منتقل کردند. دکتر اورژانس روی برگه معاینه‌اش نوشته موج گرفتگی. حبیبه کنار سرباز می نشیند. چشمم روی رگ‌های پیچ در